عزیزان و بزرگواران، عرض شود خدمت شما دعوت شدیم در ارتباط با این دوره که گفتن DBA و بحث مسائل ارضی کشور و به اصطلاح موضوعات اقتصاد کلان. خب من دوستانی که الان اینجا خدمتشون هستم نمیدونم از کدوم گروه، قشر، تحصیلاتشون اینها چگونه است. اگر یه معرفی هم میکردن آقای دوستانی که الان اینجا هستن، یه معرفی کلی میکردن. آقای این عزیز ما که الان اینجا بودن آره، یعنی هم تحصیلات من داشته باشم که ببینم که چجوری میتونم مباحث رو اینجا خدمت شما مطرح کنم. داشتم معرفی میکنم خودشونو. من خواهش که دارم از همینجا شما معرفی بفرمایید. خیلی خوبه. بله. تحصیلاتون هم بفرمایید. ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی و همه حضار. بنده یلدا کیانپور هستم، کارشناس ارشد حقوق خصوصی. بسیار عالی، تشکرم. سلام علیکم. مدنیان هستم، درس خارجه حوزه و فوق لیسانس برنامه‌سازی تلویزیون، تهیه کننده تلویزیون و حالا مشاور مدیر کل بهزیستی اصفهان در امور مشارکت‌های مردمی، فعالیت خیریه و اینها همگاهی. درود خدا برش. درود خدا برش. ارادتمند شما هستم. تشکرم. بزرگوارید. من روستازاده هستم، کارشناس ارشد عمران. درود خدا برش. تشکرم. من سپیده کیارستمی هستم، کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه شریف، ارشدم MBA دانشگاه تهران. حدود 10 سال تو سیستم بانکی کار میکنم. حالا امسالم بانک مرکزی قبول شدم ان شاءالله. سیستم بانکی کدوم بانک کار میکردید؟ شرکت‌های مختلف بودم. 5 سال برای بانک تجارت بودم، 2 تا از شرکتاش شرکت خدمات انفرماتیک بودم برای بانک مرکزی. و یه سری شرکت‌های توسن و اینا بودم. ولی میگم امسال الان بانک مرکزی قبول شدم. حالا فعلا پروسه اینه داریم که پیگیری کنیم بتونیم وارد. متشکرم. ممنون. جعفری هستم، پستاک ناباوری دانشگاه تهران. چی؟ ناباوری؟ ناباروری. ناباروری. متشکرم. باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. شفقت هستم، مهندسی شیمی علم و صنعت خوندم و دانشجو DBA دانشگاه تهران هم هستم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیمی هستم، مدیریت فناوری اطلاعات ارشد، گرایش مدیریت دانش. متشکرم. ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. حسنی هستم، دانشجوی دکترای مکانیک در زمینه هوش مصنوعی، دانشگاه خواجه نصیر. احسنتم. درود بر شما. عرض سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. مزروی هستم، ارشد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه توسعه فناوری. بسیار عالی. تشکرم. سلام علیکم. علیکم السلام. حسینی هستم، مهندس عمران. درود بر شما. تشکرم. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت های دکتر. کاویانی هستم، مهندس عمران. 15 سال تو شهرداری ها کار کردم، استانداری و فرمانداری ها. بسیار عالی. تشکرم. سنجانی هستم، کارشناس موسیقی. بسیار عالی. قیاسی هستم، مهندس عمران. بسیار عالی. تشکرم. حیدری هستم، دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران. بسیار عالی. ارشد هستین ترم آخر کارشناسی. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب خدمت شما و عزیزان. آقازاده هستم، کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه پلی‌تکنیک. کارم مشاوره مدیریت هست و آموزش. الان رئیس هیئت مدیره پرسیرانگاز هستم و یک دو تا رسانه‌ام در حوزه موسیقی اسلامی و دانشنامه و اینها دارم. بسیار عالی. الان اینجا بچهای موسیقی هم الحمدلله زیاد داریم ما. بسیار عالی. به نام خدا. با سلام. فرهانی هستم، مهندسی نرم افزار کارشناسی خوندم و ارشد به مدیریت دولتی. درود خدا. تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما. کاردانی حوزه درمان یعنی اورژانس خدمت شما هستیم و کارشناسی حقوق و یه چیزی حدود 12 سال در حوزه
اصطلاحاً مهندسی و آگاهی اجتماعی و علاقه‌مندم به این موضوع فعالیت میکنیم و حائز اهمیتی که از جنوبی ترین نقطه جنوب تهران خدمت شما هستیم، شهرری. بسیار عالی. یعنی پایتخت ایران بود یک زمان شهرری دیگه، یعنی واقعا باختت. ولی خب به هر حال نگین کشور دیگه، نگین تهران. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خاکسپر هستم، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی. بسیار عالی. سلام و عرض ادب. حسینی هستم، کارشناسی عمران، نقشه برداری، ارشد شهرسازی، کارشناس شاغل در دانشگاه علم و صنعت. حالا که بحث موسیقی هم شد، آشنا به موسیقی و خوانندگی، وسط کلاس خسته شده دهنی هم میخونیم. بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت عرض میکنم خدمت شما. منصوری هستم، ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تهران. حدوداً 3-4 سالی هست در حوزه سیاستگذاری صنعت و معدن و پژوهش و مجموعه مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده ریاست جمهوری مشغول فعالیت هستم. بسیار عالی. به نام خدا، زکی هستم، دکترای خط مشی‌گذاری عمومی. بسیار عالی. از کجا آقای دکتر زکی؟ از وزارت کار. از وزارت کار. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. باغستانی هستم، کارشناسی گفتار درمانی، سطح 2 حوزه و دانش آموخته علوم سیاسی مؤسسه امام و ارشد رسانه. بسیار عالی. تشکرم. بفرمایید. به نام خدا، سلام عرض میکنم. مریم قیصری هستم، مدیریت کسب و کار خوندم و نویسنده مجموعه کتاب‌های زنان ثروتساز هستم. 15 سال در حوزه توانمندسازی بانوان فعالیت می‌کنم. بسیار عالی. بسیار عالی. مردان نمیتونن ثروتساز بشن دیگه خانم. میگه مردا که نمیتونن ثروتساز بشن. بسم الله الرحمن الرحیم. بندلی هستم، کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی، سرگروه جهاد تبیین نایه شهید محلاتی بسیج، مربی مجموعه فرهنگی کتابدانه. به نام خدا، من سلیمان فر هستم، لیسانسم مهندسی هواپیماست، ارشدم مهندسی صنایع، 12 سال سابقه کار دارم توی فیلد هوایی. بسیار عالی. با سلام، شایگان هستم، من لیسانس عمران دارم. تقریبا تو چند سال گذشته رو توی بخش‌های معاونت سرمایه‌گذاری 1-2 تا مجموعه فعال بودم. بسیار عالی. سلام عرض می‌کنم. علیکم من السلام. فرشادی هستم، دکترای جامعه شناسی فرهنگی دارم، کار پژوهشی در زمینه فرهنگی انجام میدم و درس. بسیار عالی خانم دکتر. سلام، الله وردی هستم، مشاور خانواده و مطالعات زنان خوندم. الان دانشجوی دکتری حکمرانی اجتماعی هستم. سلام، قیاس آبادی هستم، کارشناس مدیریت دولتی و در مبحث حلقه‌های میانی و حرکت عمومی استان تهران فعالیت. بسیار عالی. الحمدلله در یک جمع فریخته ما هستیم. انشالله که این مجموعه مباحثی که اینجا خدمت شما هستیم مفید فایده واقع بشه و بشه منشأ اثر انشالله. خب یکی از موضوعاتی که الان ما بهش مبتلا به هستیم بحث مسائل ارزی است. از این نظر مهمه به خاطر اینکه این موضوع مستقیم رو معیشت مردم داره اثر میگذاره. شما شاهد هستید که هر روز اون چیزی که به اصطلاح مطرح میشه تو بازار آزاد ارز، خب ما یه چیزی به نام بازار آزاد ارز داریم که این نرخش مرتب میره بالا و اون چیزی که تو رسانه ها بیشتر روش متمرکز میشن و روش مانور میدن این بحث ارزه. آقا 140 تومن شد، 150 تومن شد، 160 تومن. رو این موضوع و اگه ما بتونیم این مسئله صدا رو تو کشور حل کنیم موضوعات دیگه حل میشه. برنامه میگه الله که درست شد.
بسیار عالی. بله اگه همینجوری حل میشد خیلی خوب بود مثلا با یه باتری. البته باید باتری خیلی عوض بشه تا درست بشه. این کلا عوض شد ولی خیلی باتری باید عوض بشه تا درست شد. بعد شاهد این افزایش ها هستیم و از اون طرف هم به تبع این اتفاقاتی که میفته یک سری سیاست های دیگه‌ای هم که دولت داره اجرا میکنه به تبع میشه و به هر حال ما شاهد یک سری افزایش قیمت ها در معیشت مردم هستیم. خب دیگه سیاست اخیری که اتفاق افتاد عرض شود خدمت شما این بود که دولت اعلام کرد که به هر حال ارز 28500 فساد اصابت نکرده، ما این رو باید حذف کنیم و عرض شود خدمت شما کالابرگ بدیم به مردم. نفر 1,000,000 تومان کالابرگ ما به مردم میدیم تا این افزایش قیمت رو جبران کنیم. این به هر حال یک سیاستی بود که اجرا شد و 4 ماه رو جلو به صلاح دولت به حسابای مردم پول واریز کرده، منتها ماه به ماه آزاد میکنه. ماه اول فعلا آزاد کرده، ماه بعدی به همین ترتیب برای هر فرد 1,000,000 رو آزاد میکنه که شما بتونید استفاده کنید. اون چی که ما الان داریم میبینیم در مسیر کلی اقتصاد و به خصوص بحث معیشت مردم و بحث تورم در رأسش موضوع ارزی است. بگذاریم از این مسئله که ما یک اشکال اساسی در ساختار حکمرانیمون به خصوص حکمرانی اقتصادیمون هست. یک اشکال اساسی است. یعنی اگر ما بخوایم به لحاظ اینکه چرا متغیرهای کلان ما اینجوری داره عمل میکنه، این در اصل برمیگرده به ساختار حکمرانی اقتصادیمون. من قبل از اینکه بیام رو موضوع ارز متمرکز بشم، این رو فقط یک مقدمه میگم چون این بحثش بسیار مفصله. ما در این مباحث اقتصاد ایران مباحث رو باز کردم، یک کتابی هم اخیر نوشتم توی سمت، انتشارات سمت، حالا فعلا اومده برای اینکه من نگاش کنم که اصلاحات اصلی یعنی ادیت شده اینا که کاراش انجام بشه. اونجا مفصل این موضوع رو ما بحث کردیم به صورت تاریخی که این اشکال حکمرانی اقتصادی یعنی چی، که این اشکال در حکمرانی یک بخشش برمیگرده به اصلا به ساختار دولت. این ساختار دولتی که ما الان داریم این قراره که چیکار بکنه؟ نقش دولت الان در اقتصاد چیست؟ بانک ما الان بانک‌های ما عملکردش چگونه است؟ به هر حال ما در یک جامعه اسلامی داریم عمل می‌کنیم و انتظار داریم که به هر حال در چارچوب یک جامعه اسلامی رباخواری نباشد. خب الان واقعا اینجوریه. بورس ما راستی چطوریه؟ آیا بورس ما به مدد تولید میاد؟ چون قراره که بورس تسهیلگر منابع مالی بخش تولید باشه. آیا واقعا اینجوریه؟ یا اون سابقه عرض شود خدمت شما سفته بازیش بیشتر غلبه کرده در اونجا؟ خب اینا یک سری موارد اساسی هست که چه پرداخت. من با توجه به فرصتی که دارم، الحمدلله فرصت خوبی است، تا ساعت یک شاید کمتر از نیم ساعت یک راجع به و مسائلی که در ارتباط با این حوزه هست، بعد متمرکز میشم رو موضوع ارز و موضوع الان کشور که این سیاست گذاری هایی که دولت داره اجرا میکنه، سیاست اخیر دولت مبناش چی بوده، اون چی که الان داره در بودجه اتفاق میفته برای سال آینده چیست و ما برای سال آینده چه وضعیتی رو خواهیم داشت و البته راهکار چگونه است و چیست. اینا انشالله مباحثی است که ما در ادامه خواهیم گفت. منتها من قبلش یک اشاره در ارتباط
اساسی در حکمرانی مطرح میکنم و بعدش هم وارد بحث عرض میشم. من اینجا لازم هستش که روی این تخته نکاتی رو توضیح بدم. اگر یه وایت بوردی باشه، وایت بورد و یه ماژیکی باشه، من اینجا ببینید با توجه به اینکه الان ما تنوع رشته و دوستان ما تو زمینه‌های مختلف متخصص هستن و تخصص دارن، من برای اینکه بتونم این موضوع رو به زبان بسیار ساده مطرح کنم، یعنی این اشکال از بیان من هست نه اشکال از دانش شما، برای اینکه من بتوانم اون چیزی که در ذهنم دارم به اصطلاح به درستی منتقل کنم، مجبور میشم که از یک مثال ساده استفاده بکنم و این مثال ساده رو بعداً به اصطلاح ازش استفاده کنم برای تحلیل بحث حکمرانی در موضوع اقتصاد. اگر دوستان ماژیک بیارن، اگر باشه ماژیک البته، عرض شود خدمت شما من این رو بنویسم. خب تا ماژیک بیاد، ببینید عزیزان، من مثالی که میزنم اینجا بحث فوتبال هست. همیشه من این مثال رو میزنم به خاطر اینکه خوب انطباق پیدا میکنه بحث ساختار و حکمرانی. بحث بازی فوتبال که الحمدلله الان همه بلدیم اینجا رو میشه در 3 لایه تحلیلش کرد. لایه اول قواعد کلی است، اینکه به هر حال بازی فوتبال یا هر بازی یک سری قواعد کلی داره، یک سری باید و نبایدها داره که باید بشود، باید چی نشود. در بازی فوتبال میگن با پا بازی بشه، با دست بازی نشه، در یک زمین مشخصی بشود، با یک به اصطلاح وسایل مشخصی بشود. خب همه اینها با یک تعداد مشخصی بشود، یعنی همه اینها یک سری باید و نبایدها داره که حالا یک سری قوانین خاص خودش هست. برای بسکتبال همینه، فوتبال همینه، شطرنج همینه، همه اینا یک سری قواعد اولیه داره. این لایه اولشه. در لایه دوم وقتی که شما میایید برای اینکه این باید و نبایدها اجرا بشه، شما باید اون ابزارها و اون به اصطلاح لوازم لازم رو تهیه بکنی که اون باید نباید اتفاق بیفته. یعنی شما اگه بخوای بازی فوتبال انجام بشه، حتما باید یک زمین بازی به اصطلاح مناسبی داشته باشه که ابعادش استاندارد باشه، زمینش لوزی نباشه که، یا زمینش مثلث نباشه که، زمین مشخص با استاندارد مشخص، با خطکشی مشخص، با 11 نفر این ور 11 نفر اون ور، با لباس ها و اون استانداردهایی که در زمین بازی هست و آموزش مناسب. یعنی همه اینا باید اتفاق بیفته. هر کدوم از اینا اگر نباشه قطعا بازی اتفاق نمیتونه بیفته. شما تصور بکنید یک بازی رو که تو زمینی بازی اتفاق میفته که چاله چوله است، یا مثلا فرض کن توپش توپ مناسبی نباشه. هر کدوم از این لوازمات اولیه اگر نباشه، در مقام اجرای اون باید و نباید این بازی انجام نخواهد شد. پس ما در 3 لایه، اگر من این رو به اصطلاح تفکیک کنم، لایه اول قواعد کلی است یا باید و نبایدها. 2 بسترسازی مناسب جهت تحقق قواعد کلی است. خب من باید بستر مناسب رو ایجاد کنم، ابزار مناسب رو بیارم تا او چی بشه، تا این بازی اتفاق بیفته. نباشه اصلا امکان نداره این بازی انجام بشه. 3 رصد بازی است. یعنی بعد از اینکه ما آموزش ها رو دادیم، 11 نفر این ور 11 نفر اون ور، اینا تازه کار مربی اینجا شروع میشه که بازی رو رصد کنه، ببینه که خلاصه بازیکن‌ها خوب بازی میکنن، بد بازی میکنن. اگه خوب بازی میکنن، بهترین به اصطلاح هدایتگری در این بازی اینه که در بازی دخالت نکنه، فقط وایس نگاه کنه و تشویق کنه. اما اگر چنانچه ببینه یک بازیکن خوب بازی نمیکنه، تازه متناسب با نوع بازی باید بهش تذکر بده.
یعنی اگر بازیش یه جوریه که با تذکر میشه درستش کرد، تذکر بده، اگر نه باید عوضش کنه. پس این رصد بازی رو میکنه تا اون هدف بازی که برده محقق بشه. بله حتما باید باشه کنارش که بتونه چیکار کنه، تحلیل کنه. اگه تحلیلگر نباشه که اصلا این بازی ممکنه منحرف بشه. خب حالا من میخوام برای اقتصادم بگم در بحث اقتصاد ما همین سلایه رو داریم. تو بحث اقتصاد همین سلایه رو داریم. یعنی در بحث اقتصاد این سلایه یک بخشش مربوط به باید و نبایده. شما در هر اقتصادی بر اساس یک سری باید و نباید ها ایجاد میشه. در هر کشوری که شما نگاه کنین هست. این باید و نباید ها در بحث اقتصاد، این قواعد کلی که در اصل اون مکتب رو برای ما ایجاد میکنه، مکتب اقتصادی رو ایجاد میکنه، مجموعه ای از باید و نباید هاست. مجموعه از باید نباید ها یعنی چی؟ یعنی این که ببینید شما تو این اقتصاد میگید که ربا نباشد، عدالت باشد. وقتی که میگیم عدالت به اون مفهومی که ما میگیم ما کی هستیم. خب اینا بار ارزشی داره بحث مکتب، اینا بار ایدئولوژیکی داره، میگه آقا این که میگی عدالت، تفسیر شما از عدالت چیه؟ اصلا شما ربا نباشد رو از کجا آوردی؟ میگه مثلا تداول ثروت نباشد. یا آقا تداول ثروت یعنی چی؟ یعنی آقا شما اقتصاد رو طوری نچرخون که اکثریت ثروت در اختیار اقل جامعه باشه. میگه آقا بخشید اینا رو شما از کجا آوردی؟ کی اینا رو تعیین کرده برای شما؟ تو گفتی این باشد، اون نباشد، این باشد. مالکیت خصوصی باشد، دولتی باشد، عمومی باشد. میگه خب اینا رو از کجا آوردی شما؟ میگه این بستگی داره به اون مبانی ایدئولوژیک شما. اگر شما ایدئولوژیک تو از ماده میگیری و فقط عقل رو مبنا قرار میدی و از وحی فاصله میگیری، خب یک سری باید و نباید هایی داری شما. اگر میای میگی وحیانیه، خب وحیان میگی مثلا فرض کن من از اسلام دارم، میگه خب در اسلام بحث معرفت شناسی شما، بحث هستی شناسی شما، اینکه شناخت من چگونه است، میگه هم بر اساس عقل هست هم بر اساس وحی است. اینا مباحث ایدئولوژیکی است. پس من بر اساس این باید و نباید که برمیگرده به بحث مبانی ارزشی من و ایدئولوژیک من، میام یک سری باید و نباید ها رو چیکار میکنم؟ کنار هم دیگه میگذارم. میگم مالکیت خصوصیه، میگه خب ببخشید مکتب سرمایه‌داری هم مالکیت خصوصی داره. در مکتب سرمایه‌داری هم مبانی ارزشی داره. یعنی مبانی ارزشی چه برای سوسیالیست که از بین رفت، چه برای سرمایه‌داری، چه برای اسلام، همه مبانی ارزشیه. منتها مبانی ارزشی یه وقت هستش که معرفت شناسیشو فقط عقل میگه، یه وقت هستش که میگه نه هم عقل هست و هم وحی. پس از باب این که اینها یه مبانی ارزشی دارن هیچ تفاوتی نمیکنه. خب حالا من نمیخوام خیلی وارد مباحث فلسفی بشم، اینجا کلیات گفتم اینجا فقط. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم خب اگر ما میگیم اسلام، میگیم خب ربا نباشد، عدالت نباشد، فلان باشد، مالکیت خصوصی باشد، دولتی باشد. اون هر کدوم از اینا رو میایم تعریف میکنیم. میگیم دولت نقشش اینه که توازن اجتماعی ایجاد کنه. دولت نقشش اینه که عدالت برقرار کنه. مانع
این باشه که ثروت اکثر ثروت جامعه در اختیار اقل جامعه باشه. خب میگیم باشه قبول. میگیم خب حالا اینا رو میخوایم تو جامعه محقق کنیم. چجوری باید محقق کنیم؟ میگوید که بسترسازی کن، بسترسازی مناسب جهت تحقق این قواعد کلی. عین بازی فوتبال، تو باید زمین مناسب داشته باشی، تو باید نهاد مناسب داشته باشی که اینا چی بشه، اینا اتفاق بیفته. خب ما الان در اقتصاد یک بلبشویی داریم. مورد به مورد بگم بعضیاش رو. یکی در عرصه خود دولت. این دولت نقشش چیه در این اقتصاد؟ کجا دخالت بکنه، کجا دخالت نکنه؟ هنر غرب، چون میدونید به هر حال غرب نسبت به ما در بحث اقتصاد و رفاه نسبی که ایجاد کرده برای مردمش از ما جلوتره. اینو مقام معظم رهبری هم گفته بارها. رفاه نسبی ایجاد کرده، اینه که ما نمیتونیم منکر بشیم. بله ممکن از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ نابهنجاری های اجتماعی، از لحاظ آینده سرمایه‌داری که این آینده آیا میتواند اینجوری تداوم، اینا بحث های خیلی زیادی درش مطرح میشه. اینا من نمیخوام وارد بشم. خب حالا این دولت در غرب دولت تعریف شده. او میگه آقا جون ببینید من در بحث مکتب سرمایه‌داری اصالت عقل، در معرفت شناسی عقل فقط مبناست و من در بحث به اصطلاح عقل میام از طبیعت الگو برداری میکنم. طبیعت همه چیش آزاده و بعد بر اساس این الگو میاد میگه خب به هر حال من میگم مالکیت خصوصی. اونطور ماهیت مالکیت خصوصی غرب با مکتب سرمایه‌داری با مکتب اسلام ما میگیم خصوصی، اونم میگه خصوصی. اونطور خصوصی در اسلام اعتباره چون انسان جانشین خداست در روی زمین و مالکیت مطلق از آن خداست، در حالی که مالکیت اعتبار از آن ماست. ما هر چی که داریم مالکیت اعتباره. اما در غرب نه. آقای هابز میگه که انسان گرگ انسانه. تو فلسفه غرب میگوید که عقل انسان در عرض عقل خداست، نه در طول. در عرض عقل خداست، یعنی میگه خدا عقل داره، ما عقل داریم. بله ما رو خلق کرده، به حال خودمون رها کرده. ما هستیم که باید فکر کنیم تا نظامات اجتماعی درست کنیم. ما هستیم که فکر میکنیم که باید نباید باید ایجاد کنیم. باید نباید رو ما باید ایجاد کنیم. کاری به دین نداریم. بحث سکولاره، بحث لایکه، مباحث دیگه که مطرح میشه. حالا اینا تو ساخت نظام ها با درجات مختلف در کشورهای مختلف خودشون نمود پیدا میکنه. و بعد اومده چیکار کرده؟ راز موفقیتش این بوده که متناسب با این قواعد کلی اومده بسترسازی کرده. اومده بانکشو درست کرده. بانکش هم داره عمل میکنه. نرخ بهره‌اش هم 2%، 3%. دولت درست کرده بانک در بسترسازی. بانک درست کرده. دولت درست کرده. دولت میگه آقا ببینید اصل بر این که مردم بخش خصوصی فعالیت کنه. میگیم خب دولت تو کجا دخالت کن؟ نظریه داره برای خودش. نظریهش چیه؟ میگه هر جا که بازار با شکست مواجه شد دولت تو اونجا دخالت کن. هر جا دخالت نکن که. میگیم خب منابع چیه وضعیتش؟ میگه منابع خصوصیه. نفته. تو هر کسی میتونه بره منابع رو منتها با اون قواعد کلی استخراج کنه بفروشه، اما باید سهم دولت رو بده. و منم چنون سیستمی طراحی میکنم که کوچکترین منابع درآمدی رو میتونم رصد کنم. یعنی در کنارش این سیستم ها چی شده؟ طراحی شده. پس ببینید اینا هر کدوم از اینها رو در جای خودش متناظر با این گذاشته و داره عمل میکنه. بعد نتیجه این عمل چی میشه؟ نتیجه این عمل میشه رشد اقتصادیش حدود 2-3% میشه.
4% میشه، تورمش هم 3-4% میشه. یک دفعه اگر تورمش بشه 10%، یک تحولی در نظام فکری دانشگاهی ایجاد میشه. اصلا میگن 10% تورم. در 1973 تورم شد 11%. کلی مکاتب جدید ایجاد شد در اقتصاد. در 1982 81 تورم شد 14%. وگرنه متوسط تورم حدود 3-4%. چرا؟ چون هر کدوم از اینها عین بازی فوتبال در جای خودش قرار گرفته. خب و بعد یک رصدگر قوی هم دارن که این رصدگر قوی میاد عین اون مربی بازیشون رو رصد میکنه. اون رصدگر قوی کیه؟ اگه گفتید مجلس که نهاده. خودتون دست کم گرفتید. بله مردم که هست، منتها رصدگری که بتواند یک تحلیل، چون ببینید هر کسی میتونه زمین فوتبال بره تحلیل بازی انجام بده. من نمیتونم که. من باید دانش فوتبال رو داشته باشم، چون فوتبال برای خودش یه دانشی داره. متخصصین احسنت. برنامه بودیم به خاطر اون یه مقدار باتری کم ضعیف شده. دست ما درد نکن. خب ببینید دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی لینکن با این بخش. یعنی دانشگاه تعریف داره، رشته تعریف داره، مراکز تحقیقاتی تعریف داره. به خاطر همین هست که وقتی که یک تحولی در بحث اقتصادشون ایجاد میشه، یک مشکلی، یک ناهنجاری ایجاد میشه، یک تحولی در علوم انسانی ایجاد میشه، در شیوه ها و متدولوژی علمی ایجاد میشه. عرض شود خدمت شما در بحث اقتصاد اگر یک رکودی حاصل میشه، یک دانش جدید ایجاد میشه. در بحران 1930 که در غرب اتفاق افتاد، دانش اقتصادی کلان ایجاد شد. هدفش چیه؟ هدفش اینه که بیاد رصد کنه، بگه آقا چرا این مشکل ایجاد شد؟ شما که بسترسازی کردی، بانک تو درست کردی، بورس تو درست کردی، قانون مالکیت خصوصی تو نوشتی، دولت رو درست کردی. آقای دولت اینجا شما باید دخالت بکنی، اینجا باید این کارو بکنی. یعنی هر چی در جای خودش قرار گرفته و داره عمل میکنه. به همین خاطر هستش که دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و تفکر و عقل در کنار این به اصطلاح عمل کردی که در این ساختار داره به اصطلاح فعالیت میکنه، کار خودش داره انجام میده، معنی پیدا میکنه. شما حتی تو رشته های دانشگاهی نگاه میکنه، بر اساس بازار یک رشته گسترش پیدا میکنه. یعنی بازارش هست گسترش پیدا میکنه، بازارش نیست محدود میشه. خب بیایم سراغ ایران. در کشور ما، خب ما یک کشور اسلامی هستیم، قواعد کلی داریم، ربا نباشد، عدالت فلان فلان. خب حالا اومدیم بسترسازی کردیم. بسترسازی ما آیا تناسبی با اجرای این قواعد داره؟ چیزی که نباشه بهترین. با این قواعد کلی داره بسترسازی ما؟ من یکی دو موردشو میگم خدمت شما، بقیهش بحث مفصله، چون دیگه اینا نمیخوام خیلی چی بکنم. بگم که اول اشکال اصلی در کجاست، بعد وارد ارز بشیم. فقط بانک،
خب به هر حال بحث بانک یکی از موضوعات بسیار مهمه. حرمت ربا در قرآن آمده. فأذنوا بحرب من الله و رسوله. یعنی کسی که ربا میخوره، رباخوار در حکم جنگ با خدا و رسول خداست. یعنی دیگه حرمت از این بالاتر نداریم که همچی چیزی. خب انقلاب پیروز میشه، حالا هم در سالگردش هستیم. بعد از انقلاب ما تا سال 63 همون نظام بانکی رو که ربوی بود داشتیم، چون وقتی انقلاب پیروز میشه ما 36 تا بانک خصوصی دولتی با سرمایه‌های خارجی داشتیم. بعد به خاطر اینکه بانک‌ها ورشکسته میشن میان این بانک‌ها رو با هم دیگه ادغام میکنن، میشه 9 تا بانک، 6 تا بانک تجاری، 3 تا بانک تخصصی. خب اینا ربوی عمل میکنن همشون، چون از اول هم ربا بودن، ربا داشتن، ربوی عمل میکردن. ساختار بانک اومدیم قانون عملیات بانکی بدون ربا رو قانون عملیات بانکی بدون ربا رو در سال 1363 مصوب کردیم. خب در سال 1363 که مصوب کردیم این قانون رو، گفتیم بانک ها شما این قانون رو برید اجرا کنید. از سال 63 تا الان بانک ها قراره که چی؟ بدون ربا عمل کنند. آیا عمل کردند؟ الان نرخ سود تو بانک ها چقدره؟ شما بگید خانومه. 23%. 23% نه 23% اسمیشه، اما مؤثرش یا افکتیوش مؤثرش تا 36-37% هم میشه. یعنی سپرده شما رو مسدود میکنن، یک سری هزینه‌های شما پرداخت میکنید. یعنی همه اینا رو اگر شما بیه حساب کنیم اینه که مثلا تا 36-37% هم میره. این گزارش‌های محرمانه خود وزارت اقتصاد. حالا ببینید حالا ببینید اگر شما بحث رصد رو مطرح کنی، بحث نظارت، الان انقدر مراکز رصد ما داریم که اون سرش ناپیدا. ما الان مؤسسه علوم بانکی رو داریم، تو دانشگاه های ما الان گرایش پول و بانکداری رو داریم، بانکداری اسلامی رو داریم. کم داریم؟ کم هزینه میکنیم. میدونی چقدر سمینار برگزار شده؟ چقدر رصد و بازرس همین الان توی همین بودجه به اصطلاح بانک‌های ما در ارتباط با بحث آموزش، در ارتباط با بحث پژوهش، چقدر بانک‌های ما هزینه کردن؟ ها؟ بله؟ ببینید اون چه که در بحث ربا مطرح میشه، ربا برمیگرده به ماهیت پول. خب در ارتباط با بحث پول 2 تا نظر در فقه وجود داره. در ارتباط بحث پول بعضی از علما میگن پول قیمیه، بعضی ها میگن پول مثلیه. قیمی یعنی چی؟ قیمی یعنی این که آقا شما وقتی که 1 تومن الان میدید، بر اساس قیمت پول باید پول رو برگردونی. یعنی ارزش واقعی پول چی بشه؟ حفظ بشه. ارزش واقعی پول چیه؟ این که شما تورم رو توش لحاظ کنی. الان اکثریت علما همینه میگن ها. نظر رهبری هم همینه. نظر آیت الله بهجت که دیگه یکی از علمایی بود که خیلی سخت میگرفت در ارتباط با موضوعات مربوط به مسائل شرعی، ایشون هم نظرش همین. یک سری ها میگن پول مثلیه. مثلی یعنی چی؟ مثلی یعنی این که ما وقتی که پول رو میدیم عین همون پول رو ما برمیگردونیم. 100 تومان میدم مثل 100 تومان رو برمیگردونم. مثل 100 تومان یعنی خود 100 تومان، نه 150 تومان به علاوه 50% تورم مثلا. این 2 تا دیدگاه هست در مبانی فقهی، این 2 تا مسئله هست. منتها اونی که بیشتر جا افتاده فعلا این بحث قیمی بودنه. خب حالا فرض کنیم ریال دیگه. خب
بله این ریال یعنی این. ببینید ما قبلا، این که میگم قبلا، مثلا تا چند سال اخیر کل دنیا تا سال 1970 پول به طلا وصل بود. یعنی وقتی که میگفتن پول، چون میدونید این سیستم برتن وودز که در سال 1946-47 ایجاد شد، در اونجا اومدن چی گفتن؟ گفتن که آقا دلار به طلا وصل میشه، مثلا $1 اینقدر گرم طلاه و تمام پولای دنیا به دلار وصل میشه. بنابراین هر کسی به آمریکا دلار داد باید طلا بگیره. ما تو قانون پولی بانکیمون تا چند سال اخیر تعریف کرده بودیم که 1 ریال مساوی با ممیز چند صدم فلان گرم طلا. دقت کردید؟ گرم طلا. منتها سیستم پولی دنیا تا 1970 این داستان بود، تا اینکه آقای نیکسون اومد یک صحبتی کرد، گفتش که آقا ما از این تاریخ به بعد در ازای دلار طلا نمیدهیم. حالا فیلمش هم اینجا هست، یه فیلمی هست ببینید، حتما سرچ کنید تو اینترنت پیداش کنید ببینید. The End of Road، انتهای مسیر. The End of Road، انتهای مسیر. اونجا موضوع بحث شد که آقا من دیگه در برابر دلار طلا نمیدهم. چرا؟ چون حجم زیادی دلار چاپ کرده بود. حدود 60% دلارهای آمریکا تو خود آمریکا نیست، در خارج از آمریکاست. بخشش هم تو خونه های شماست. چرا؟ چون شده یه پول جهان روا و شما دلار رو به عنوان یک asset، به عنوان یک دارایی قبول داری و خود این باعث تقاضا برای دلار میشه، مثل طلا. الان میگه شما چی نگه میداری؟ میگه دلار نگه میدارم، طلا نگه میدارم. یعنی شما دلار و طلا رو تو یک ردیف قرار میدی. اینا رو خب وقتی که پول کشور اینجوری باشه پادشاهی میکنه دیگه. پول یک کشور اینجوری شد پادشاهی میکنه، میاد در هر کشوری که قرار میگیره یه دستگاه دلار میاره چاپ میکنه و هزینه‌هاشو تامین میکنه. بعد همین دلار میاد تو ایران، در واقع ما دنبالش هستیم که بگیریم به عنوان چی؟ به عنوان اینکه به یک asset، یک دارایی، قدرت خرید پولمون رو حفظ بکنیم باش. بنابراین نکته اینجاست که پس این که شما فرمودید ریال چیه، پس دارم سابقه شو میگم. بعد از سال 1401-402 که قانون بانکداری بدون قانون بانک مرکزی تصویب میشه، این رابطه چی میشه؟ برداشته میشه. اگرچه که تقریبا از سال 1970 تمام دنیا دیگه رابطه‌شو با طلا از بین برد، یعنی دیگه پول پشتوانه طلا نداشت. روشنش کنید. بله. نه این نبوده، ریال بوده. نه ریال بوده. اصلا تومن یک در حدود 2-3-4 سال پیش اومدن در ارتباط با بحث تغییر واحد پول ملی به اصطلاح یک لایحه‌ای دادن به مجلس که ریال تبدیل به تومن بشه. بعد این اومد در مجلس همین اخیر، تقریبا 2-3 ماه اخیر، لایحه رفت در مجلس مصوب شد، رفت در شورای نگهبان ابهام گرفت، اومد به مجلس که رفع ابهام بشه، در مجلس مراعا شد. دقت کردید؟ که بعد دوباره تو مجلس عرض شود خدمت شما آقای رئیس جمهور نامه زد به رئیس مجلس که آقا این لایحه رو شما به جریان بندازید، که اومد در کمیسیون اقتصاد و تومنی که دولت گفته بود تبدیل به چی شد؟ ریال شد و به اصطلاح اجزایش و اضعافش شد قران که بعد مصوب شد الان ابلاغ. قانون مال
قانون سال 51 که بعد از اینکه اون مکنزی از هم پاشید میان قانون ایران مجدد قانون میذاره که حالا بله حرف شما درسته ریاله. توی قانون سال 402 این قسمت اومدن حذف کردن، تو مصوبه آخرش مصوبه 47 یا 46 میاد میگه که سال 51 قانون پولی بانکی سال 51 ماده 1 تا 18 حذف بشه. توی این قانون هیچ تعریفی برای ریال گذاشته نشده، فقط تنها جایی که براش تعریف گذاشتن گفتن که معادل نرخ ارز شناور مدیریت شده. نه اینجوری تعریف نکردن. ببین من اسکرین شاتش رو اینجا دارم. خب حالا هر جور که شما میگین مثلا اینه که هیچ تعریفی نداره الان. نه ریال گفته ریال واحد پول ملی کشور است. همین. گفته ریال واحد پول ملی کشوره، در همه جای دنیا هم همینه. این که شما میگید تعریف ریال چیه، منظور شما از تعریف ریال چیه؟ من میخوام پشتوانش چیه؟ پشتوانش آها. این چیه؟ این حالا پس منظور شما پشتوانه است. ببین پشتوانه دیگه الان در ما پشتوانه رو بذار من توضیح بدم براتون. ببینید ما الان چون بحث شد من اینو جداش کنم بعد دوباره برگردم بحث، چون شما سوال کردی. ما الان بیش از 13,000 همت کل نقدینگی ماست، یعنی 13,000 میلیارد تومان کل نقدینگی ماست. بیشتر شده البته، حالا خورده‌هاشو من گذاشتم کنار. این 13,000 میلیارد تومان حدود 300 الان از این مقدار، چون ساعتی اضافه میشه، از این مقدار حدود 300 خانم دکتر 200 تا 300 هزار میلیاردش سکه و اسکناسه و بقیهش سپرده های جاری و سپرده های مدت داره. یعنی اگر من بخوام نقدینگی رو برای شما تعریف کنم، یه بخشش سکه و اسکناسه به علاوه سپرده های دیداری به علاوه سپرده های مدت دار هست. سپرده دیداری همین حسابای چک شماست که میذارید هزینه. سپرده های مدت دار همون سپرده هایی که میذارید و سود به دست میاره. خب عمده نقدینگی ما به صورت سپرده های دیداری و مدت داره. خب اما سکه و اسکناس بانک مرکزی طبق قانون پولی بانکی باید به ازای اسکناس یک دارایی با ارزش پشتوانه کند. فقط اسکناس نه سکه، چون خود سکه الان ارزش فلز سکه از ارزش اسمی که ما روش نقش کردیم چیه؟ بیشتره. مثلا 5 تومن الان شما یه سکه 5 تومن نگاه کنی، به خاطر همین هستش که الان دیگه شما سکه اصلا نمیبینی، ضرب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه انقدر به اصطلاح ارزش ریال از بین رفته که شما اگر بخوای یک سکه براش بزنی که مثلا یک مقدار شما سکه 1 میلیون تومانی که نداری، که سکه های شما یا مثلا 500 تومانیه یا فوقش 1000 تومانیه، اون مقدار سکه که به اصطلاح ضرب میشه براش، لذا عملا سکه از دو خارج شد. الان شما کمتر از سکه استفاده میکنید. من که خیلی وقت سکه رو دیگه تقریبا تو معاملات استفاده نمی کنم. اسکناس یک دارایی با ارزشه. همین الان طبق قانون بانک مرکزی باید به ازای هر واحد اسکناس یک دارایی با ارزش داشته باشه. خب قانون پولی بانکی ببین الان ما یه قانون بانکی مرکزی داریم، ما یه قانون پولی بانکی داشتیم که سال 51 مصوب شد. نه همش لغو نشده. این قانون پولی بانکی 3 بخش داره. یک بخشش در ارتباط با بحث بانک مرکزیه و وظایف بانک مرکزیه. یه بخشش در ارتباط با بحث بانک ها و ارکان بانک ها و بحث انحلال بانک ها. عرض شود خدمت شما یه بخش هم در ارتباط با مقررات کلی پولی که در کشور هست. خب قانون بانک مرکزی اومد یک بخشی از این قانون پولی بانکی، بخش مربوط به اصطلاح بانک مرکزیش رو اصلاح کرد و اون قوانین رو اصلاح کرد. بخش اولش ماده 1 تعریف ریاله، اینو حذف کردن. خب بله، چون که تو خود قانون پولی بانک تو قانون بانک مرکزی آوردن.
تو قانون بانک مرکزی من گشتم نبود. اگه شما میدونید بگید من برم پیداش کنم. تو قانون بانک مرکزی چرا گفته واحد پول ملی کشور ریاله؟ نه اون چیز با ارزشی که بعد پشت نه این یه سری قوانین دیگه است. بله فقط برای اسکناس. بله فقط برای اسکناس. برای اسکناس. بعدش هم این رقم نیست اصلا از حجم کل نقدینگی. یعنی سوال شما با برجاست. الان شما میتونستید این سوال ادامهش بدید. بگید اصلا فرض کنیم که شما فرض کنید که گفتی که خب باشه اسکناس. شما که داری میگی اسکناس یه جزء کوچیکشه از 13,000 همت 200,000 تاش اسکناسه. 200,000 میلیارد که رقمی نیست در برابر 13,000 میلیارد تومان. این چند درصد میشه؟ 1% هم نمیشه اصلا. خب میگیم حالا گیرم هم که اسکناس ما الان اسکناس ما حدود 25% ارزه و طلاه، یعنی تو بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی ثبت شده میشه طلای پشتوانه اسکناس اصلا ثبت شده. شما در ترازنامه بانک مرکزی نگاه کنید اون طلای مسدود شده است. بانک مرکزی اجازه استفاده از اون طلا رو نداره. منتها 25% طلا و ارز، بیش از حدود 75% هم موزه جواهرات ملیه. یعنی دولت به واسطه اون جواهرات ملی وثیقه کرده نزد بانک مرکزی. موزه جواهرات ملی هم زیر بانک مرکزیه. اگر رفته باشید ببینید که مثلا اونجا تاج کیانی و نمیدونم شمشیر نادری و این الماس نور نه یکی دریا بود یکی نورش رو مثلا که آوردن یکیش هست. اینا همش هست توی اونجا. اینا چیه؟ 75% ارزش این دارایی ها میشه پشتوانه اسکناسه. خب لذا این تیکش پشتوانه داریم ما هست. منتها عمده نقدینگی ما یعنی سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدتدار به این مفهومی که شما مد نظرته یا من دارم میگم پشتوانه نداره. میشه اساس چیزی که میخوام بگم تو تعریف ربا یه مقداری با شما تفاوت داریم. من سالها شاگرد آیت الله حائری شیرازی بودم. 7 سال خدمت ایشون درس خوندم و بعد هم علامه حسن‌زاده تا اواخر عمرش. درود بر شما. در تعریف ربا ما یه ربای سود بانکی داریم، یه ربای چارتالیسمی داریم که اصلا مربوط نمیشه که شما سیستمت وحیانی باشه یا عقلانی باشه. سنت های الهی در طول جهان بوده قبل از حتی مسیحیت و اسلام. ربا که توی انجیل هست، تو تورات هست، تو همه جا هست. ولی سیلون و افلاطون قبل از مسیحیت هم بودن و جامعهشون به همین صورتی که ما 404 ترکید و جنگ داخلی شد. چون سکه و پولی که ضرب میشد ارزش‌گذاری دستوری داشت نه ارزش‌گذاری ذاتی و کاری که سیلون کرد این بود که سکه رو منسوخ کرد دوباره چیز کرد. ما یه بخشی از مشکلمون ربای بانکیه، یه بخشی از مشکلمون اینه که به زور داریم پول رو ارزش‌گذاری میکنیم و این ربای چارتالیسمیه. من یه تحقیقی توی تاریخ تمدن کردم چرا ما این مشکل رو توی نه به زور داریم قیمت گذاری میکنیم یعنی چی؟ به زور میگیم 28500، به زور میگیم 127 تومن، به زور میگیم 130 تومن. غیر زورش چیه؟ غیر زورش اینه که این پول حالا این باید ارزش ذاتی داشته باشه. ارزش ذاتی یعنی چی؟ استاد من معتقد بود که پول باید برگرده به حالت سکه طلا، سکه نقره. علامه حسن‌زاده و آیت الله حائری اینو اعتقاد داشتن. حالا اینکه این چطور میشه یا شما میخوای چجوری جی دی پی رو بذارید من نمیدونم. من این کاره نیستم ولی اون چیزی که معضله رو من حس میکنم که دیده نمیشه متاسفانه و من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. البته میدونستی که تا 1970 همین کار بود؟ بله میدونم و آمریکا زد زیرش به خاطر اینکه ژاپن و آلمان شرقی ازش تو اقتصاد زدن بالاتر. توی نیو همشایر بود دیگه. خب مکنزی بود دیگه. حالا من بحثم چارتالیسمه. اینکه ما چرا تو مثل تاریخ تمدن میخوام یه نکته کوتاه بگم وقت جمع رو هم نمیگیرم. ما چرا نداریمش؟ به خاطر اینکه ایرانی ها در طول تاریخ رباخوار نبودن. نه زنازاده بودن نه رباخوار بودن. این ویژگیشونه. پس ما هیچ تعریفی از ربا در ایران نداشتیم. در عرب جاهلیت عرب دولت نداشته که حکومت داشته باشه سکه ضرب کنه و نرخ دستوری بذاره. پس تنها ربایی که بوده ربای سود ربوی بوده که مثلا یه سکه رو 10 تا میگرفته. ولی این مدل ربا تو روم و یونان باستان به اسم چارتالیسم بوده. نرخ‌گذاری دستوری.
و الان مشکل اقتصاد ما اینه، پول ما ارزش واقعی نداره. این که میخواد چه جوری باشه، من ببخشید اقتصاددان نیستم، دخالت هم نمیکنم، ولی حس میکنم اینجا خیلی کمتر بهش پرداخته میشه، چون 4 تا لیتر دقیقاً سنتیه که در 200 سال قبل از تولد عیسی مسیح باعث فروپاشی یکی از شهرهای یونان شده. جنگ داخلی شده داخلش. بله متشکرم. حالا این بحث نرخ دستوری رو من توضیح خواهم داد که اصلا تو اون بحث مربوط به ارز که اصلا ارز چیه؟ جان پول قیمی و مثلی که فرمودید الان تورم جامعه ما واقعیش حدود 85%، یعنی 7% تورم داریم. پس ما 85% در سال تورم داریم. در حالی که نرخ بانکی 23 یا حالا 36 یا 8 که داریم. این ویدیو قرار ضبط شه، آفلاین هم ببینن. اگه امکانات کمیته تشکیلات صداش در روشن بعد درست شد. ارزم اینه که این پول قیمی که فرمانده رهبر انقلاب و سایر مراجع در واقع اعتقاد دارن که ارزش پول قیمی محاسبه بکنن، زمانی که الان ما نگاه میکنیم میبینیم تورم 85%، به طور میانگین الان تورم واقعی 85%، تورم اسمی هم که میگن 40% مثلا حدود 40%. این واقعی رو از کجا آوردید؟ تورم بازار حدود 7% الان هست، یعنی اجناس در جامعه، در کف میدان، در کف جامعه حدود 7%. نه به وقتی که شما تورم رو تعریف میکنیم، ما یک سری شاخصهایی داریم. مثلا فرض کنید که به تورم یا بر اساس CPI تعریف میشه یا بر اساس GDP دیفلیتور تعریف میشه. خب اون چی که مرسوم هست در دنیا و معمولا استفاده میشه CPI هست. CPI یک سبد مصرفی است که حدود 300 تا برای 400 قلم کالا درش هست که در این قلم کالا 400 قلم کالا هر کالایی برای خودش یه وزنی داره و با توجه به نمونه‌گیری هایی که انجام میشه هفتگی و ماهانه، این به اصطلاح قیمت ها گذاشته میشه و مقدار این CPI شاخص قیمت Consumer Price Index هست. این شاخص محاسبه میشه و درصد گرفته میشه و روشش اعلام میشه. بنابراین در این چون 400 قلم کالاست، ممکنه بعضی از اقلام کالایی مثل خوراک یه دفعه 90% بره بالا. خب مثلا شما شاخص هر کدوم از این به اصطلاح اقلامی که شما در CPI دارید گروه کالایی هست. مثلا در مورد مسکن، در ارتباط با مثلا خودرو، در ارتباط با خوراکی ها، آشامیدنی ها، اینها هر کدوم تفریح، هر کدوم اینها برای خود شاخص جدا داره که اینا تجمیع شده، لذا اینا هر کدومش ممکنه متفاوت باشه. لذا وقتی که ما میگیم CPI، منظور ما طیف از کل کالا و خدماتی که مردم دارن استفاده میکنن. حالا چه 85% باشه، چه یا حالا 30% یا 40%. عرض من اینه که وقتی ما از ربا در واقع یاد میکنیم، ربا یعنی اخذ پول اضافه بر چیزی که در مرحله اول داده در یک زمان مشخص. در یک زمان مشخص. حالا وقتی که ما قیمت پول رو محاسبه، ارزش پول رو محاسبه میکنیم، الان میخوام عرض کنم که سود بانکی الان زیر تورمه و اگر کسی حتی 30% 36% هم سود بانکی پرداخت بکنه، زیر تورم رو انجام داده. بنابراین ربا طبق این مبنا که پول قیمی حساب بکنیم، ربا اصلا به پول بانکی ما تعلق نخواهد گرفت. زمانی ربا میشه که ارزش پول عرض میشود که مثلا ربا تورم جامعه 5% باشه. حالا اگر بانک 10% گرفت این رباست، ولی وقتی تورم جامعه 40% یا 50% یا حالا به اون CPI که فرمودید به هر عددی برسیم، الان تورم جامعه بالای سود بانکیه. بنابراین نمیشه گفت که بانک داره ربا میگیره، همچنان ارزش پول داره افت میکنه و این ارزش کمتر از. بله، من با نکات شما خیلی موافق نیستم، به خاطر اینکه در بحث ربا عرض شود خدمت شما شرط مازاده. درست شد؟ شرط مازاده. شما میگی که مثلا فرض کنید که من یه مبلغی به شما میدم، مازاد بر اساس اون قیمت واقعی شما شرط میکنی، میگی من 20% میدم، 30% میدم. یه وقت هستش که شما میگی آقا متناسب با تورم میدم. خب نرخ تورم که مشخص نیست چند درصده.
بله ممکنه 15% باشه، شما معلوم نیست که چقدره. لذا عنایت داشته باشید. این که شما دارید میگید که چون زیر تورم داریم میدیم 23% ربا نیست، این درست نیست. بله شما بیا جبران کن، متناظر با تورم جبران کن، یعنی پول قیمی بشه و بعد اگر بر اساس اون جبران کردی و بعد مازاد دادی میشه آره. ولی شما آیا بر اساس اون جبرانش میکنی؟ شما جبرانش نمیکنی، ولی داری چیکار میکنی؟ داری یک نرخ ثابت میگیری براش. شما داری میگی آقا من 23% به شما میدم، میگم تورم 50%، میگم 20% بیشتر بهت نمیدم، میگم اصلا 20% به من نده، تو تورم رو جبران کن، میگم تورم هر چند درصدی که بانک مرکزی اعلام کرد. مثال دیگه اینجا نرخ معلوم نمیشه که. ما نمیتونیم بگیم چون شما دارید زیر تورم به من میدی بنابراین من 20% بگم این 20% چون زیر تورم نیست. نه این اصلا هم چیزی درست نیست. دقت کرد؟ نه شما فرمودید که چون ما 23% زیر تورمه لذا این 23% ربا حساب نمیشه. میگم ربا زمانی است که تورم ثابت باشه. زمانی که در صدر اسلام بحث ربایی در معامله و در ربایی در قرض مطرح شده، زمانیه که تورم ثابته. اگر تورم متفاوت بود و جامعه تورم در واقع فرا گرفت و این جامعه پر از تورم شد، حالا دیگه ما نمیتونیم بگیم آقا ما در این قیمت بانکی ما در واقع رباست. ربا بالاتر از، یعنی تورم بالاتر از قیمتی. خب منم همین سوال شما رو جواب دادم دیگه. گفتم که زیاد سوال نپرسید که بحث پیش بره. آخر بحث ما ان شاءالله یه تایمی رو بذاریم برای اینم میشه. اینم میشه چون که به هر حال حالا این چون ایشون پرسید اینو من جواب بدم بعد دوباره. ببینید من عرض کردم خدمت شما، بله شمای بانک مرکزی میاد میگه که آقا، یا سیستم بانکی میاد میگه آقا من به اندازه تورم به شما چیکار میکنم؟ سود میدم، یا به اندازه تورم من اصلا قدرت خرید پول شما رو حفظ میکنم. اصلا هیچی نمیگه، اصلا نمیگه من 23% بهت میدم که چون 23% زیر تورم شما بگی که این ربا نیست، پس شما حق تعیین نرخ سود نداری، نباید تعیین کنی. باید بگی که من پولو میگم قیمی، بر اساس پول قیمی باید عمل میکنم. تمام. چرا 50%؟ چرا 20%؟ چرا 30%؟ اصلا 80%؟ تمام. ولی وقتی که شما میگی من 20% فیکس بهت میدم، یعنی چی؟ حتی اگر زیر تورمم شما، چون داری شرط میکنی مازاد، چون در اینجا شرط مازاد در پول قیمی محقق نمیشه. چرا؟ چون شما داری اصل پول رو برمیگردونی منتها پول واقعیش. اما در 23% اگر شما پول رو داری مثلی فرض میکنی و داری شرط 23% رو پول مثلی پیاده میکنی، پس این میشه ربا. بنابراین شما نمیتونی بگی چون 23% زیر تورمه لذا این درش ربا محقق نمیشه. اتفاقا در شرایط موجود سپرده هایی که سودی که بانک‌ها دارن میدن رباه. میگم ربا نمیخواد باشه، بیا اینجوری عمل کن، اعلام نکن اصلا. دقیقاً. حالا من میگم که این بحثش مفصله. این که حالا ما اگه بخوایم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم من از فردا میخوایم قیمی محاسبه کنم، فقه ما یه وقت هستش که فقه اجتماعی است و آثار اجتماعیش رو ما داریم میبینیم، یه وقت هستش که فقه فردی است نسبت به یک جامعه کوچیکه یا یک فرد خاصه. من انشاءالله در زمانش براتون نشون میدم که اگر قرار باشه که یه همچین کاری ما در مورد پول انجام بدیم، اصلا جامعه منفجر میشه و دیگه اصلا یه همچین چیزی وجود نخواهد داشت که ما بخوایم یه همچین کاری بکنیم. شما تصور بکن که اگر بانک‌ها بخوان الان 60% به سپرده‌ها سود بدن، یه ذهن تو ذهن تصور 60% بخوان سود بدن، باره اصلا همه چی منفجر میشه. یعنی یک آثار فردیه، یه آثار اجتماعی و کلانه که باید روی این موضوع بحث بکنیم. چرا؟ منتها توی شرایط اگه شما بخوای بذاری اصلا چیزی باقی نمونه، یعنی قیمی باقی نمونه که شما بخوای برای اصلا عمل کنی.
حالا اون دیگه مقدار بحثش برمیگرده به سیاست‌های ارزیمون که سیاست‌های ارزی ما چجوری. لذا این بحث مربوط به اصطلاح پول قیمی و پول مثلی که خانم دکتر مطرح فرمودن که حالا این پول ما بر چه مبنایی است، عمدتاً خدا رحمت کنه آقای هایری شیرازی منظورشون این بود که ما ریال رو با یک دارایی با ارزش یا کالا تثبیت کنیم. این ریال رو تثبیت کنیم، یعنی همونجوری که ما پول تمام عیار داشتیم. البته همون زمان هم که ما پول تمام عیار داشتیم رابطه پول تمام عیار با کالا تثبیت شده نبوده، چون ما در اون زمان هم تورم داشتیم. یعنی وقتی که کالا کم میشد شما با یه سکه طلا مثلا یه گونی میخریدی، وقتی که گندم کم میشد حالا با یه سکه طلا نصف گندم میخری. یعنی این که من بیام بگم پول تمام عیار مشکل من رو حل میکنه، مشکل من حل نمیکنه. و اصولا بر اساس روند تحولات پول اگر شما نگاه کنید، یه کتابی مرحوم من آقای دکتر داوودی نوشتیم در ارتباط با اقتصاد پول و بانکداری، فصل اول و دومش رو پرداختیم به همین موضوعات که اصلا پول تمام عیار چیه، پول اعتباری چیه، نظام‌های پولی در دنیا چگونه است. همین بحثایی که الان نمیدونم بعضیا میان میگن پول طلا و اینا خب مباحثی بوده که قبلا بوده، اتفاق افتاده، دنیا تجربهش کرده و بنا به مسائل و مشکلات مختلفی که داشته اون مسئله رو اومدن چیکار کردن؟ پول شده پول اعتبار. الان پول دیجیتال، پول فلان داریم ما. این به خاطر تحولاتی که اتفاق افتاده. گیر در این نیست، گیر در جای دیگر است. یعنی دوستانی که میگن طلا پول و فلان کنید، اتفاقا این میشه تثبیت دستوری که من بگم آقا این طلا اینقدر فلان. الان دیگه در هیچ جای دنیا بحث پول با اینکه بگیم اینقدر دارایی، ای که یه کشوری میاد تورم 2-3% درست میکنه، این یعنی قدرت خرید پولش رو حفظ کرده. چطور میشه یک کشوری تورم 2-3% میشه، یک کشوری تورمش 60% 50% میشه؟ رو این موضوع باید، بله باریکلا، رو این موضوع باید ما متمرکز بشیم که یکی از اشکالات اصلی نه این که من برم بگم پول رو من با طلا فیکسش کنم، این اصلا منسوخ شده، بلکه باید بیام این بستر مناسب رو طوری فراهم کنم که تورم 2% داشته باشم، رشد اقتصادی به قول برنامه هفتم 8% داشته باشم. اگر تونستم این کارو بکنم، خب ارزش پول ملی من چی میشه؟ حفظ میشه. پول کشور من در برابر پول کشورهای دیگه قدرتمند میشه. این برمیگرده به ساختار اقتصاد کلان شما، بس برمیگرده به نقش دولت، برمیگرده به بخش بانک‌ها، برمیگرده به نقش بورس شما و خیلی فاکتورهای دیگه. این که بعضی از دوستان میان مطرح میکنن که آقا پول رو ما مثلا اگر بیایم ارزشش رو یعنی چی تثبیت کنیم؟ تثبیت کنیم یعنی چی؟ با طلا تثبیتش کنیم؟ خب این که قبلا تثبیت شده است. پول اعتباری، پول تمام عیار هم در واقع همین بود. پول تمام عیار اصلا پول طلا بود. مگه پول طلا شما در پول طلا چیز نداشتید؟ تورم نداشتید؟ آیا ارزش پول شما کم نمیشد؟ خب چرا کم میشد؟ یک کشوری، خب اون سیستم انگلستان و فرانسه، اون زمان انگلستان میمد اسپانیا رو فلان میکرد، اسپانیا میمد فرانسه رو فلان، جواهراتش رو میورد، طلا میمد تو انگلستان، یه دفعه تورم میرفت بالا. چرا؟ چون طلا میمد تبدیل به سکه میشد، سکه طلا میشد، قدرت خرید مردم میرفت بالا، لذا قیمت کالا میرفت بالا، ارزش طلا میمد پایین. یعنی میخوام بگم که این نظامهایی بوده که قبلا در دنیا تجربه داشته. بعضی از این دوستان ما که وارد این فضاها شدن متاسفانه یک بار نمیان کل نظامات پولی دنیا، محاسنشون، منافعشون، مشکلاتشون، اینا رو دقیق بررسی بکنن و بعد اصلا اینکه ما الان رسیدیم به سیستم پول اعتباری. چرا رسیدیم به سیستم پول اعتباری؟ منتها ما سیستم پول اعتباری رو آوردیم، منتها اون الزاماتش که این سیستم دنبال میکنه، اون الزاماتش رو به درستی در جامعه پیاده سازی نکردیم. خب شد نتیجهش اینه که ما میبینیم. لذا عملیات بانکی بدون ربا چرا پس انجام نشد؟ خب ببینید این
یکی از دلایلش همین بود دیگه. ببینید یکی از مسائلش همین بود که ما، البته من می‌خواستم نیم ساعت اینجا صحبت کنم، من چقدر شد؟ آره 1 ساعت میشه. یکی از نکاتش همینجا بود که برمیگرده به اون نقش دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی. ببینید الان دانشگاه‌های ما و مراکز تحقیقاتی ما و اصولاً علمی که ما الان تو دانشگاه‌ها داریم دنبال میکنیم، لیسانس میدیم، فوق لیسانس میدیم، دکترا به اصطلاح فارغ التحصیل میکنیم، اینا میان وارد بازار کار میشن. این علومی که در دانشگاه‌ها ما داریم به اصطلاح ارائه میکنیم خیلی تناسبی با آسیب شناسی و حل مسائل و مشکلات امروز جامعه ما رو نداره. یعنی خیلی مسئله محور نیست. اگر هم مسئله محوره، مبانی تئوریکش رو چیز دیگه میگذاره. من بیشتر ناظر به علوم انسانیه. تو رشته‌های پزشکی و تو رشته‌های علوم طبیعی شاید خیلی بهتر. الان ما این پیشرفت‌هایی که تو زمین‌های به حال نانو داشتیم، تو بحث‌های هسته‌ای داشتیم، تو بحث‌های موشکی داشتیم، خب این نشون میده که وقتی که دانش بیاد یک تحولات قابل توجهی رقم میخوره. ولی تو عرصه‌های علوم انسانی واقعا ما این دستاوردهای شگرف رو نداشتیم واقعا. و لذا به خاطر همین هستش که آقای رئیس جمهور میاد میگه که آقا ما این همه مراکز تحقیقاتی داریم، این همه پول داریم میدیم و این به جای کارساز نمیکنه. چرا این اتفاق افتاده؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما به اصطلاح یک آسیب شناسی دقیقی که مورد اجماع اجراییون باشه بهش نرسیدیم. سوال چرا سیستم بانکی اینجوری شده؟ چرا سیستم بانکی ما به جای رسیده که الان این خلق پولی که در بانک ها داره اتفاق میفته و یک بخشی از به اصطلاح خلق نقدینگی که در جامعه داره اتفاق میفته، بخش قابل توجهش برای کج کارکردی بانک های ماست، به خصوص بانک های خصوصی ماست. چرا این اتفاق میفته؟ چرا بانک های ما نتوانستن قانون عملیات بانکی بدون ربا را اجرا کنن؟ چون اگه قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا میشد، اون نکته‌ای که جناب عالی فرمودید اصلا تحقق پیدا میکرد. من مثال بزنم. در بحث قانون عملیات بانکی بدون ربا، اون چیزی که در کتاب البانک لا ربویه فی الاسلام شهید صدر مطرح میشه که برای اولین بار ایشون این موضوع رو مطرح میکنه، در اونجا بحث چیه؟ در اونجا بحث اینه که آقا در سپرده ما نباید سود تعیین کنیم، چون بانک وکیل سپرده گذاره. 1. 2. در دادن تسهیلات ما نمیتونیم سود تعیین کنیم یا بهره تعیین کنیم. چرا؟ چون قراره که این پول وارد فعالیت واقعی بشه، نه پول اصلا در سیستم بانکی بدون ربا غیر از قرض الحسنه اصلا پول جابجا نمیشه. پول جابجا نمیشه یعنی چی؟ در بانک تجاری ربوی پول جابجا میشه چون قرضه، چون قرض میدی، در قرض پول جابجا میشه. اما در بانکداری بدون ربا غیر از قرض الحسنه پول جابجا نمیشه. چرا پول جابجا نمیشه؟ مثال میزنم. شما کل بانکت یا سپردگیریه، این میگن تجهیز منابع، یا تخصیص منابع. در بحث سپردگیری غیر از قرض الحسنه البته بانک وکیله، در قرض بانک مالک میشه. یعنی به لحاظ ماهوی این دوتا متفاوته به لحاظ حقوقی. در قرض وقتی که شما از یکی قرض میگیری شما مالک پولی میشید. در بحث مربوط به عقود یا در بحث بانکداری بدون ربا سپرده بانک وکیل شماست، یعنی حق دخل و تصرف در پول شما رو بدون اذن شما نداره. اینجا بانک هیچ تضمینی هم رو سود برای شما نمیتونه انجام بده. آقا من 10% به شما میدم، یا شما اینجا چیکار هستی که میخوای 20% به من بدی؟ تو وکیل منی.
من به تو وکالت میدم که بری این پول رو در تخصیص منابع مثلا مشارکت استفاده کنی. در بحث مشارکت وکیل من پول رو برمیداره با شما زمین داری، من بانک پول دارم، اینا با هم دیگه در ادغام میشه یه کارخونه. بله کارخونه میشه. بعد در سودش چی میشم؟ من شریک میشم. من که میشم من وکیل نه، من سپرده‌گذار. بنابراین اینجا ممکنه شما 60% سود کنی، اصلا تورم 5%. شما باید این سهم سپرده‌گذار بدی، شما ممکنه 30% سود بدی، 40% سود بدی. اگر مشارکت واقعی میشد با این افزایش قیمتایی که ما داریم در مسکن، بانک مسکن میاد وام مشارکت میده، 3 سال طول میکشه، قیمت خونه 3 برابر میشه، به کسی که وام گرفته میگه آقا تو همون 20% بدی خیرش ببینی، در حالی که در اون خونه شریکه، میگه آقا من شریکم، 50-50 شریکیم، آقا قیمت گذاری کنیم، سهم منو به من بده. اگه بخواد مشارکت، اون وقت اینجا دیگه پول میتونه اون قدرت خرید خودش رو داشته باشه. لذا من سوال شما رو میخوام جواب بدم. ببینید، بنابراین بانک در بحث بانکداری بدون ربا باید وارد فعالیت واقعی بشه، در حالی که بانک تجاری در غرب وارد فعالیت واقعی نمیشه. اون ماهیت فعالیتش قرضه. قرض یعنی من سپرده‌گذار که میدم، پولو میذارم سپرده‌گذاری میکنم، یعنی قرض دارم میدم. بانک پول من صاحب پولشه، چون قرض دادم بهش. به همین ترتیب کسی هم که وام میگیره داره قرض میگیره از من، ولذا در قرض میگه آقا شما میگیری 10% 20% باید به من برگردونی. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما اومدیم بانک هایی که قبل از انقلاب برای فعالیت قرض طراحی شده بود، نه برای فعالیت های واقعی، رو گرفتیم، گفتیم شما برید مشارکت کنید، برید مضاربه کنید، برید مساقات کنید. حالا مساقات استفاده نمیشه، برید مثلا مرابحه کنید، برید فلان عقود اسلامی رو اجرا کنید. خب این بانکه که ببخشید از کجا بلد نیست اصلا این کارو بکنه که. مثلا فرض کن یکی میاد کارخونه فولاد میخواد. همین الان شما وقتی که یه بانکی رو در نظر بگیری، خب بانک یه شعبه است، شعبه بانک رو ببرید، درسته حالا چیزای مرکزی داره، اونجا مراکز بررسی و اینها داره، ولی مثلا تا 2 میلیارد 3 میلیارد 4 میلیارد تو خود شعبه کارسازی میکنه. طرف میاد کشیر نشسته اونجا، مراجعه میکنه، میگه من وام میخوام. میگه مثلا برای چی میخوای؟ میگه کارخونه فولاد مثلا اسفنجی میخوام درست کنم. خب ببخشید این کشیر محترم، اون کسی که پشت باجه نشسته، این بنده خدا از کجا بدونه که این آهن اسفنجیه مسفنجیه؟ اسفنج ما میدونیم که چیز هست، اسفنج اینجوری باش ظرف میشوریم، ولی این آهن اسفنجی یعنی چی؟ نمیدونه که اسفنجی چیه. بعد دست میکنه زیر اینجا باجهش، یک کاغذ در میاره جلوش میذاره، میگه این قرارداد شما امضا کن، این قرارداد مشارکت. منتها باید 30% بدیم. میگه 30% بدیم. آقا 30% یعنی چی؟ من دارم مشارکت با شما میکنم، من زمین دارم، شما پول میاری، با هم دیگه ترکیبش میکنیم به کارخونه. فردا اگه کارخونه ضرر کرد، تو نباید از من سودشو بگیری، تا تو ضرر هم باید مشارکت داشته باشی. بانک این کارو میکنه؟ اصلا بانک ابزار این کارو داره؟ اصلا اون آدمی که اونجا نشسته بلد این چیزا رو نیست هستن. تو فروش اقساطش هم همینجوریه، تو مشارکتش هم همینجوریه، تو استثناش هم همینجوریه، تو اصلاح عقود اسلامی همش همینجوریه. پس شما توقع داری که این بانکت بیاد بانکداری بدون ربا اجرا کنه؟ هیچ وقت اجرا نمیکنه اینو. حالا شما پرسیدید، ما در ارتباط با همین که من گفتم آسیب شناسی اجماع نداریم. یعنی بین متخصصین امر اجماع وجود نداره. یکی میگه آقا نه ببین بانک بلد، برید کارمنداش آموزش بدید، اگر کارمند آموزش بدید درست میشه. یک بودجه هنگفتی میذارن توی بودجه بانک ها که برن آموزش بدن. بله. خب بانک های صنعت و معدن اینا بانک های تخصصیه. ما وقتی که میگیم بانک، منظورم بانک تجاریه. بانک تجاری که کریشن پول میکنه. بانک صنعت و معدن کریشن پول نمیکنه، چون سپرده نمیگیره، اصلا اون منابعشو با دولت داره تامین میکنه.
ما منظورم بانک‌های تجاری که دارن خلق پول میکنن در اقتصاد روزانه. ما منظورمون اینه، این بانک‌هاست. بله، بانک‌های تجاری. بنابراین این میگه آقا، میگیم خب چرا اجرا نمی‌کنن؟ میگه خب ببخشید این کسی که پشت باجه نشسته این بنده خدا سواد نداره، که سواد عقود اسلامی نداره، لیسانس حسابداری داره اما بلد نیست بانکداری اسلامی چجوری اینا. آقا یک دوره کار درست بانکداری اسلامی براش میگذاریم، یک پول هنگفت هم براش خرج میکنیم. این کارمند محترم اونجا تو اون دوره میشینه و بعد دورهشو میبینه، بعد میاد دوباره همونجا دوباره بنده خدا مراجعه میکنه، دوباره همون فرم رو در میاره جلوی مشتری میگذاره. چه اتفاق افتاد؟ بفرمایید جان. این میکروفون هم بدید که اون فرمودن که اینجا مردم میبینن. من فقط میخواستم یک موردش رو براتون باز کنم در ساختار حکمرانی ما. ببینید این مورد بانکشه، دولتش هم همینه، بورسش هم همینه، ساختار مالکیتش هم همینه، اقتصاد شهریش هم همینه و قس علی هذا. بنابراین این به هم ریختگی که شما در ساختار اقتصاد کلان کشور میبینید، یک بخشش برای اینه که این نهادهایی که ما چیندیم کنار هم دیگه نهادهای مناسبی برای تحقق این بستر نیستند. مثل این میمونه که ما در زمین بازی فوتبال از توپ بسکتبال داریم استفاده میکنیم، یا این زمینه اینقدر چاله چوله است که کنارش 10 تا تحلیلگر وایسادن، به جای اینکه اون چاله چوله رو برطرف کنن هی به بازیکنه گیر میدن، میگن آقای بازیکن تو چرا خوب بازی نمیکنی؟ یا اون داوره که اون بالا نشسته داره داوری میکنه، این اصلا داوری نمیکنه که به نفع میگیره. یه کسی میلیارد داره تخلف میکنه، داره راست راه میره. یه کسی کوچکترین مشکلی توی کارش پیش بیاد، یه کارگری چی میگیرنش، خلاصه به باد فلان. لذا من اینو بگم بعد خدمت شما میرسیم. لذا این نکته که ما اینجا داریم میگیم این یک اشکال کلان ساختاری در اقتصاده و این بلبشویی که شما میبینید یک بخش عمدهش برمیگرده به این که این نهادهایی که قراره این باید و نبایدها رو توش پیاده سازی بکنیم، این نهادها هیچ کدوم در جای خودش قرار نگرفته و لذا اون نقش خودشون رو به درستی ایفا نمیکنه. دانشگاه داریم، یعنی ما ظواهر نهادها رو داریم. یعنی الان شما هرچی بگی آقا فناوری آیتی برای داریم، دانشگاه داریم، رشته ها آقا تا دلت بخواد رشته های متنوع ما داریم ها. اما به قول قدیمی ها میگن آفتاب و لگن هفت از شام نهار چی جان. خب این بله ببین این مسئله رو ما به هر حال دانشگاهی ها و اون کسایی که دارن اندیشه میکنن، یعنی اون قشر اندیشه ورز ما، باید نسبت بهش یک اجماع نسبی داشته باشند و بعد وقتی که رسیدن به این اجماع نسبی باید در بحث اجرا و مجریه یک تغییر و تحولی ایجاد بشه که بتواند این اشکالات رو برطرف کنه. وگرنه شما الان رئیس جمهوری که شما الان دارید میبینید بنده خدا اینقدر گرفتار مسائل مختلف هستش که یه وقتی که میگه من نمیتونم و هر کسی میتونه بیاد بسم الله و فلان و بیسارا، بعدش هم که حالا منظور این که حالا یه میذارن یا نمیذارن نمیدونم. همین وامی که شما میگید مثلا برای همین پولاد اسفنجی طرف میاد میگه من میخوام کارخونه بزنم، وامم میگیره، کی نظارت میکنه که آقا این آقا داره واقعا تولید میکنه یا پول مملکت رو برمیداره میره یه کشور دیگه برای خودش سرمایه گذاری؟ حالا غرب فکر کرده در ارتباط با این موضوع. فکرش چی بوده؟ اومده پایگاه‌های اطلاعاتی درست کرده، داره تمام اینها رو آنلاین رصد میکنه. داره آنلاین مثل این بله مثل این رادار. الان هم نظارت، اینم توجه داشته باشید، نظارت دیگه انسان محور نیست، نظارت ها باید سیستم محور باشه، داد محوره. یکی از اشکالات اساسی ما هم همینه که سیستم های نظارتی که قراره که بیاد نظارت کنه یا نقص داره یا انسان محوره. خب نتیجهش میشه چی؟ چون ایشون جلوتر بعد خدمت بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همینه که شما میبینی.
الان یک داور وقتی که تو زمین بازی میخواد داوری کنه، دقت کردید داوره هست، کمک داوره هست، تازه غیر از اینا از این ویدیوهای فلان هم داره. یعنی فقط این نیست. و برای چی این همه تشکیلات گذاشتن برای یک داوری که میخواد داوری کنه؟ آقای بنده خدا اونجا نشسته داره نگاه میکنه دیگه، همه هم که داره میبینه. ببخشید با دوربین قشنگ میتونه ببینه. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه خطای انسانی هست درش و لذا همه غرب هم یکی از موفقیتاش همینه. شما نگاه کنید در غرب اگر کسی بخواد 8-9 هزار دلار پول جابجا کنه یقهشو میگیرن. چرا؟ میگه پول از کجا آوردی؟ هیچ کالایی امکان نداره شما خرید و فروش کنید که کد شناسایی نداشته باشه. همه کالاها کد شناسایی داره. با یه آیدی کارت تمام رفتارهای مصرفی اقتصادی شما رو در میارن. اصلا امکان نداره هر تراکنش بانکی با یک دونه به اصطلاح معاملات کالا لینک نباشه یا معاملش معلوم نباشه. میلیارد معامله میشه، تمام معلوم میشه که بابت چی بوده و چی از کجا اومده چی کار کرده. بله؟ حالا اون بحث دیگری است که بله. نه ببینید حالا بحث تحریم رو با این قاطی نکنیم، به خاطر اینکه اون بحث تحریم رو ما میتونیم جداش کنیم. الان ببینید اینکه ما الان تمام کالاهایی که شما الان هر کالایی که بخوایی تو بازار میتونی پیدا کنی، هر کالایی. چقدر کالای قاچاق داریم ما؟ این به تحریم مربوط میشه؟ اینکه من الان میرم کالای قاچاق میارم داخل کشور به تحریم مربوط میشه؟ اینکه الان شما توی این فضاهای مجازی طرف میاد میگه آقا شما هر کالایی که بخوایی من برات میارم، این به تحریم مربوط میشه؟ اینکه ترشی خارجی تو قفسه های مغازه های ما پیدا میشه تحریم مربوط میشه؟ بله بحث تحریم هست، مکانیزم های بله بحث تحریم هست، راه حل داره. بعد اون کالاهایی که ما داریم وارد میکنیم که اینا مشمول تحریم میشه، ببخشید نخود و لوبیا و ترشی و نمیدونم کت شلوار و کفش و اینا که نیستش که، یا رادیو تلویزیون و نمیدونم لوازم خانگی نیستش که خیلی از اینها تو الان توی به اصطلاح فروشگاه های کشور شما نگاه کنید اینا اکثرا اینا قاچاقه. این ربطی به تحریم نداره. بله تحریم میتونه یه جایی یک محدودیتایی برامون ایجاد بشه، اما میتونیم تدبیر کنیم در موردش. مگه روسیه تحریم نبود؟ چجوری موفق شد این کار انجام داد؟ بفرمایید. ببخشید من چون مبحث بانکداری رو فرمودین، من عذرخواهی میکنم که وقت جلسه رو وسط صحبت میگیرم. تا این بحث داغ هست من یه موردی میخواستم فقط ازتون بپرسم و نظرتون رو بدونم. اصلا نمیخواستم که حالا توضیح بدین. یه بانکداری مشارکتی شما مطرح کردین در مقابل یک بانکداری قرضی. خب این بانکداری مشارکتی فرمودین مبتنی بر سود مشارکت باشه. خب فکر نمی‌کنید این یه حجم بوروکراسی خیلی زیادی رو اضافه میکنه؟ چون مثلا الان مردم میدونن که سپرده بذارن سودش انقدره. حالا برای اینکه یکی بخواد مشخص کنه که الان این سپرده در کجا مصرف شده، سودش چقدر بوده، علاوه بر یک حجم بوروکراسی که اضافه میکنه، خب یک مقدار هم بی اطمینانی رو میتونه بیاره. چون مثلا من میرم بانک، بله درست، خب نمیدونم الان این سودی که این سپردی که میذارم مثلا ممکنه ضرر کنه، یعنی اینم هست. خب این بی اطمینانی و این مشکل بوروکراسی به نظرتون قابل حل هست یا راهی براش مثلا اندیشیده شده؟ ببینید سوال خوبیه. شما اگر بخوای این مشارکت رو در چارچوب بانک انجام بدید، همین اتفاقاتی که شما میگی میفته. دقیقاً این اتفاقات میفته. نکته اینجاست که آیا اصلا مشارکت در قالب یک نهادی که برای فعالیت‌های قرض درست شده امکان پذیر هست و اگر شما بخوای فعالیت‌های واقعی بهش سوار کنی میتونه اتفاق بیفته؟ شما در اساسنامه بانک‌های تجاری، البته چون ما در دنیا انواع و اقسام بانک‌ها داریم، بانک‌های تجاری داریم، کامرشیال بانک‌ها هستن، یونیورسال بانک‌ها هستن. یونیورسال بانک‌ها بانک‌های جامع هستن که اینا هر نوع فعالیتی انجام میدن.
تو بانک کامرشیال، چون ما عمده بانکامون کامرشیاله، یعنی بانک‌های تجاری هن. آیا تو بانک‌های تجاری تو غرب میتونن هر فعالیتی انجام بدن؟ نه خیر. چون به واسطه قدرت خلق پولی که بانک‌ها دارند، شما اگر اجازه ورود به فعالیت‌های واقعی بدی، میشه بانک آینده. میاد 150 هزار میلیارد سپرده مردم رو میبره توی مال نمیدونم فلان. 450 هزار میلیارد تومان فقط به بانک مرکزی بدهی داره. ندارید؟ به خاطر این هستش که منع میشن بانک‌های تجاری وارد فعالیت‌های واقعی بشن، چون اصلا این کار برای بانک‌های تجاری ساخته نشدن. می‌دونید ورود بانک‌های تجاری به فعالیت‌های واقعی مثل این میمونه که شما تو یک زمین بازی، مثلا فرض کنید که والیبال فوتبال بازی کنید با توری که اونجا میذارید، یا با توپ بسکتبال فوتبال بازی کنید، میشه؟ یا توی زمین چاله چوله فوتبال بازی کنید، میشه؟ من به خاطر همین بازی فوتبال رو مثال زدم که این مسائل روشن بشه. یعنی اینکه این مسئله امکان پذیر نیست. شما نمیتونی با این نهادی که برای فعالیت‌های قرضی اصلا ایجاد شده و ماهیتش هم قرضه، بیای بوش فعالیت‌های واقعی، یعنی تکلیف مالایوتاق به قول طلبه ها وضع میکنی. تکلیف مالایوتاق دیگه، یعنی شما یه چیزی میگی به هم میگه آقا 200 کیلو بلند کنه، بله تناسب نداره، یعنی ظرف و مظروف با هم دیگه تناسبی نداره. بله اصلا بحث نظارت نیست. ببین شما توی زمینی که توی جایی که به اصطلاح چاله چوله است بخوای فوتبال بازی کنی، هر چقدر که نظارت کنی تا اون چاله رو برطرف نکنی، این بازی درست نمیشه. یعنی بعض وقتا ما فکر می‌کنیم با نظارت‌های بیشتر این درست میشه. نه، شما اول بسترش رو مناسب بکن، شرایط بازی رو مساعد بکن، بعدن برو یقه طرف رو بگیر که چرا مثلا تو چیز کردی، چرا این کار کردی. میگه آقا ببخشید اینجا چاله بود، من اومدم بپرم از این چاله، پام خورد زیر این فلان کله ملق خورد. مثال میزنم بله، یعنی شما تا اون موارد رو اصلاح نکنی که اون وقت هر کی فرار میکنه. بنابراین حتی به اصطلاح رسیدگی به پرونده های مفاسد یا بعضی از موارد بعضا ممکنه سلیقه‌ای بشه. همش من تعمیم نمیدم به همه چیز رو، ممکنه سلیقه‌ای بشه. یه جایی شما یه فردی رو محکوم بکنی، یه جایی یه فردی رو محکوم نتونی بکنی. مثال دارم براتون، حالا اگه فرصت شد من بعضی از مثالا رو میزنم. یکی مثلا در ارتباط با همین بحث آقای بابک زنجانی که این اتفاق افتاد. در بانک‌های ایران بیش از عرف جهان وارد بحث کامرشیال میشن. با وارد فعالیت کامرشیال بانک‌های ما بیش از عرف جهان وارد فعالیت‌های واقعی میشن. کامرشیال بانک‌های ما یعنی بانک‌های تجاری ما نسبت به کامرشیال بانک‌های دنیا، بانک‌های تجاری دنیا بیشتر وارد فعالیت‌های تجاری شد. اصلا خیلی وارد فعالیت تجاری. این که این همه بنگاهداری دارن میکنن، آقا فرمودن بنگاهداری نکنن بانک‌ها. چرا بانک‌ها بنگاهداری میکنن؟ دلیلش چیه؟ یعنی اینا خلاف قانون میکنن؟ نه خیر، اتفاقا دارن قانون عمل میکنن. چون قانون بانکداری بدون ربا بهش میگه تو مشارکت کن. مشارکت یعنی بنگاهداری. تو سرمایه گذاری مستقیم کن. سرمایه گذاری مستقیم یعنی خود بانک بره کارخونه بزنه، بره مال درست کنه، یعنی سرمایه گذاری مستقیم. برو مشارکت حقوقی کن. مشارکت حقوقی یعنی چی؟ مشارکت حقوقی یعنی که برو سهام شرکت ها رو بخر. بانک البته کامرشیال بانک ها این کارو میکنن در غرب. بله قوانین ممکنه همون باشه، اما زمین بازی رو باید درست کنیم. یعنی بگیم اگر این قانون بخواد اجرا بشه، این قانون در کامرشیال بانک ها قابل پیاده شدن چی نیست. شما باید هر چیزی رو در جای خودش ببری. مثلا فرض کن ما اینوستمنت بانک داریم، بانک‌های سرمایه‌گذاری داریم، مشارکت میتونه در اینوستمنت بانک اتفاق بیفته، شواهدش داریم. اینوستمنت بانک ها اسمشون ولی بانک نیستن، یعنی سپرده نمیگیرن برای تامین منابع مالیش. دقت کردید؟ یا ما الان داریم فروش اقساطی میکنیم. خب فروش اقساطی رو بانک نمیتونه فروش اقساطی کنه.
با فروش اقساطی کی میکنه؟ لیزینگ ها انجام میدن. بانک ها باید برن لیزینگ ها انجام بدن. یعنی هر نوع فعالیت رو متناسب با نوعش باید نهاد خودش رو، یعنی شما بازی فوتبال را در زمین فوتبال، بازی بسکتبال را در زمین بسکتبال باید انجام بدی. نمیتونی هی به اصطلاح زمین عوض کنی و هر بازی که خاصی هر جا انجام بدی، وگرنه اگه اتفاق بیفته دولتت ناکارا میشه، بانکت ناکارا میشه، بورست ناکارا میشه، قوانینت ناکارا میشه، بعد همم صبح تا شب میدویم به جایی هم نمیرسیم، چون هیچی در جای خودش قرار نداره. این اشکال در ساختار حکمرانی. اگر اجازه بدید من این بحث ببندم، بریم سراغ ارز. بله بله. ما تابع دوستان هستیم. بله. شما اگه نکته دارید بفرمایید. سوالی که داشتم در مورد بحث نظارت که فرمودید، هم تو اون بخش نظارت متخصصین بر کلیت ساختار و هم باز سطح پایین‌ترش مثلا تو همین فعالیت‌های بانکی و اقتصادی نظارتی که هست. حالا امروز ما میگیم آنلاین شاید 10 سال 15 سال 20 سال نهایتا، یعنی سیستم محوره سیستم، ولی مثلا اون زمان که کاملا انسانی بوده، 40 سال پیش که کاملا انسانی بوده دیگه، با خودکار باید مینوشتن نهایتا تایپ میکردن. اون اشکالی که داره تو اون سیستم از اول وجود داشته و هنوز هم تو با وجود شرایطی که آنلاین شده الان کماکان مثلا انصاری ها میان اون کارها رو انجام میدن. این ساختار نظارتیه چجوری باید درست بشه؟ عرض کردم خدمت شما وقتی که یک بانک خصوصی میگزنی و طبق قانون بهش اجازه میدی که فعالیت‌های واقعی انجام بده، خب او قانونی عمل میکنه. طبق قانون بهش میگی بانک، کامرشیال بانک، بانک تجاری، تو برو سرمایه گذاری مستقیم انجام بده. چرا؟ چون میگه آقا من بانک بدون ربام، اگه بخوام ربا ندم باید برم فعالیت واقعی انجام بدم، سودی گیر بیارم، سود رو بین سپرده‌گذارام تقسیم کنم، وگرنه اگه منم میخوام قرض بدم و قرض بگیرم که همون حکایت اون میشه. خب پس میره چیکار میکنه؟ مال میزنه. میره چیکار میکنه؟ شرکت ایکس و ایگرگ و زد میزنه. میره چیکار میکنه؟ برج میزنه. از اون طرف هم بانک مرکزی یه مقدار نظارت‌های ضعیف‌تره، باید یک سری اون نسبت‌ها رو هم رعایت کنه، اون نسبت‌ها رو هم رعایت نمیکنه، نتیجهش میشه این چیزی که شما میبینید، بلبشویی که شما در نظام بانکی دارید میبینید. دقت کردید؟ اشکالاتی که الان در بحث نظام بانکی شما میبینید یک بخشیش برمیگرده به عدم تناسب اون بستر مناسب برای اجرای قانون، چون اجرای قانون در قالب بانک تجاری امکان پذیر نیست. خب اینو ما روش اجماع نداریم. الان شما مثلا فرض کنید همین جلسه ممکنه یک نفر دیگر دعوت کنید از سیستم بانکی که سابقه اجرای بانکی هم داشته باشه، بیاد براتون توضیح بده، ببین ایشون چی میگه. میگه یکی ممکنه بگه آقا به خاطر اینکه کارمندا اطلاع ندارن، اشراف رو عقود اسلامی ندارن، کارمندا اصلا اعتقاد ندارن یا فلان ندارن، یعنی هر کدوم یه جوری بگن. خب میگم همه اینها بحث شده، همه اینا کلی کتاب و جلسه و سمینار گذاشته شده، ولی متاسفانه تا اینجا به جایی نرسیده. نه ببینید میگم که این تحلیل منه. بله من اعتقاد دارم نه اینکه این قانون رو ما باید حذفش کنیم در این سیستم، ولی ما قابلیت اجرا میتونیم بهش بدیم. اون بانک رو میتونیم بله. ببین سال 85 آقای رئیس جمهور اون زمان 2 تا ابلاغ داد، ابلاغ کرد به معاون اولش که نظام بانکی اصلاح بشه و قوانینش هم اصلاح بشه. اون زمان ما یک کارگروهی تشکیل دادیم و رو این موضوع کار کردیم. سال 87 که بنده به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد رفتم وزارت اقتصاد، این طرح نهایی شده بود، اومده بود برای اجرا و حتی پیش خود آقای رئیس جمهور هم ما اینو ارائه کردیم، طرحش هم ما داریم. اون یه طرحی بود که ما چگونه میتوانیم قانون بانکداری بدون ربا رو اجرا کنیم.
با همین آسیب شناسی که من اینجا خدمت شما گفتم و چگونه میتوانیم از این پتانسیل قانون استفاده کنیم که ما گفتیم که باید به هر حال فعالیت‌های بانک‌ها رو بشکنیم در 3 بخش 4 بخش. فعالیت‌های قرض الحسنه متمرکز بشن رو همین بانک‌های تجاری که هستن، یک سری بانک‌ها اصلا تخصصی بشن، اینوستمنت بانک بشن، اینا رو دسته‌بندی کرده بودیم اصلا. یک سری بانک‌ها با هم دیگه ادغام بشن، چون این حجم شعبی که ما داریم و به اصطلاح پراکندگی داریم، اصلا بعضی وقتا غیر اقتصادی. شما توی میدون می‌بینید بانک مثلا تجارت و بانک صادرات و بانک ملی، اینا 3 تا همینجوری کنار هم دیگه گذاشتن. بهترین ساختمون هم دارن میگیرن. بعد اینا خب هزینه‌هاش همه تحمیل میشه رو مردم، هزینه‌هاش میاد رو سود بانک قرار میگیره و رو مردم پرداخت میشه. خب اینا به هر حال مواردی بود که ما اونجا پیش بینی کردیم. کدوم بانک‌ها باید دیگه با هم دیگه ادغام بشن، کدوم بانک‌ها بشن قرض الحسنه، کدوم بانک‌ها بشن اینوستمنت بانک، چگونه فرایند جداسازی منابع اتفاق بیفته که منابع قرض از منابع غیر قرضی جدا بشه. اینا خب یک بعدش هم این طرح رو ما کتاب کردیم به اسم کتاب به سوی حذف ربا از نظام بانکی. سال 89 ما اینو منتشرش کردیم. من توی دانشکده درس بانکداری اسلامی رو تدریسش کردم سالها توی مقاطع کارشناسی ارشد. الانم میگم، البته الانم تو همین ترم اخیرم که داشتم تو بحث اقتصاد اسلامی موضوعات انتخابی مثلا اینا رو من میگم برای دانشجو که اگر قراره که یک زمانی اصلاحات بانکی انجام بشه از این مسیر هم. خب اون بحثش مفصل بود دیگه، چون به هر حال لازمه اجراش این بود که ما اول باید بانک‌های اطلاعاتیمون رو کامل می‌کردیم، یعنی یه کور بانکینگ می‌داشتیم، بانک‌ها به هم دیگه وصل می‌شدن، سیستم‌های اطلاعاتیمون کامل می‌شد، بیمه و بورس و ارشد مالیاتمون اینا همه رو میتونستیم باید با هم دیگه متصل می‌کردیم که باید بتونیم رصد بکنیم فعالان اقتصادی رو. بعد دیگه تقریبا ما یک نرم افزاری درست کردیم، بانک‌ها با هم دیگه متصل شدن. 80% بانک‌ها، حدود 8-9 تا بانک دولتی اون زمان، بانک‌های خصوصی هم اینقدر اون زمان گسترش پیدا نکرده بودن به اندازه‌ای که الان. اون وقت 70-80% سپرده‌ها در بانک‌های دولتی بود. ما تو قدم اولش که بحث مربوط به تجمیع بانک‌های اطلاعاتی بود و رصد فعالان اقتصادی، یک سری مسائلی پیش اومد که حالا اعتراضاتی شد از طریق بازاریان، اینه که آقا فردا اینا میخوان بیان سراغ شما و مالیات بگیرن و اینا. همین فشارها باعث شد که این طرح یه مقدار مسکوت بمونه، چون این طرح قابلیت اجرا نداره مگر اینکه شما پایگاه اطلاعاتیتون رو کامل بکنید. بله الان پیشرفت زیاد انجام شده، ولی الان زمینش نیست، یعنی الان اعتقادی به این موضوع ندارن. مثالش اوقاف، مثالش سازمان نمیخوام بسپرم، چون اوقاف ما خودمون شخصا با 1000 میلیارد یک همه باهاش درگیریم، تو سپاه داریم ازشون شکایت میکنیم و ایشون خیلی گنده وای میسته میگه که گردنم کلوفتش ما نمیتونم بکنم. دادگاه 8 انقلاب اسلامی کلا شده برای اوقاف. شما اینها رو هم در نظر میگیرین؟ اگه این معادلت رو من ندیدم این ببینید توی معادلات ما، چون بحث بانک رو من فقط مطرح کردم دیگه، وارد اوقاف اینا که نشدیم که، یعنی اینم نه اشکال نداره، اینم یه بخشی از اون ساختار حکمرانی غلطه که یک نهادی بتونه اینقدر قدرت پیدا کنه که اصلا بتونه به اصطلاح ساختار نظام انگیزشی رو در بخش خصوصی از بین ببره. هیچ نظامی قوام و دوام پیدا نمیکنه اگر با فعالیت نهادهای حاکمیتی ساختار انگیزشی بخش خصوصی و مردم رو متزلزل کنه. او اصلا قوام پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اساس فعالیت اقتصاد یک کشور بر اساس فعالیت مردمی است. شما یه بازی فوتبال رو میخواید به هم بزنید به راحتی؟ کاری نداره. فردا بگید که آقا هر کی گل میزنه این آقای گل نیست، این گل برای همه است. بعدش هم پوانی نداره. حالا تو گل زدی یا دو گل زدی ها مثلا. خب چه اتفاق میفته؟
انگیزه رو از بین میبری. در فعالیت‌های اقتصادی بله یه وقت هستش که انگیزه های معنوی است. میگه من میرم جبهه شهید میشم، این انگیزه است. یعنی نظام تونسته ساختار انگیزشی رو طوری ایجاد کنه که این فرد رو وادار به حرکت بکنه در جهت حفظ منافع نظام. این انگیزه ایجاد کرده. خب آیا همه همینجوری هن؟ نه خیر. او کسی که صبح بلند میشه میره سر کار بحث انگیزه مادی داره. شما اگر انگیزه مادیشو بگیری بیایی بگی آقا ببین من دارم یه فعالیتی میکنم فلانی، بدون اینکه فعالیت بکنه راحت با یه زد و بند میلیون پول داره فلان میکنه. آقا من دارم بزازه بفروش میکنم با مسیر درست زمین میرم این ور فلان میکنم. بعد مثلا همین آقای اوقافی که شما فرمودید، این اوقاف کلی زمین داره و میاد با آقای ایکس و ایگرگ داره زد و بند میکنه، کلی داره منفعت میبره. من اینجوری دارم کار میکنم اونجوری کار میکنه. خب معلومه که او هم کاسبی شما رو به هم میریزه، هم انگیزه شما رو به هم میریزه. همین الان اگر شما یک فعال تولیدی به اصطلاح چش میگن صادق باشید که همه همینجوری هن. یک سال فعالیت بکنی چند درصد سود گیرت میاد؟ حالا بگیم 20%. خب 20%. با بیمه طرف میشی، با سازمان مالیاتی طرف میشی، با شهرداری طرف میشی، با بهداشت طرف میشی، با همه طرف میشی، با اوقاف طرف میشی اگه زمینت مشکل داشته باشه، یعنی اوقافی باشه. خب حالا من چیم؟ بله دیگه اینه دیگه. بعد از اون نرمینم توی این ساختاره هست و من دیگه بازش نکردم دیگه. بله آره دیگه میخوام بگم که ببینید این یه بحث کلی من اینجا مطرح کردم. خب بله من اینجا خانم دکتر یه بحث کلی من مطرح کردم. گفتم اگر نهادها در جای خودش نباشه و ساختارهای این نظام او ساختار انگیزشی رو درش ایجاد نکنه و فعالیت نهادها به گونه‌ای باشه که ساختار انگیزشی رو از بین ببره، اون ساختار اقتصادی و این بسترهایی که شما ساختید اینا محکوم به فنا هستن. یعنی اینا مزمحل میشن و خورد از بین خواهد رفت. امکان نداره اینا دوام بیارن، امکان نداره. وقتی که یک کسی داره فعالیت میکنه با این همه هزینه 20%، بعد یک کسی دیگه بدونه که اصلا هیچ فعالیتی انجام بده میاد سکه میخره، الان آخر سال سکه میفروشه، 70% هم سود میبره. خب 70% سود میبره، 100% منابعش از سیستم بانکی برشه. سیستم بانکی داده 20%، برده 100% سودشو برده. بعد پیش شما میشینه با هم دیگه اینجا شما چای میخوری، تو میگه کارگرای من فلان شدم بیسار شدم، اون یکی اصلا ککش نمیده کارگر چی هستن. ببین یه لحظه، این ساختار انگیزشی رو از بین میبره. مگر اینکه تو این ساختار سالم اقتصادی آدما انقدر به اصطلاح به این باور رسیده باشن که بگن آقا ببین من کاری به این ندارم، تو داری کار خطا میکنی، کار درست رو من میکنم، لذا من تا آخرش هستم، ضررم بدم پای تولیدم هستم، چون 10 تا نونخورم دارم استفاده میکنم، اشکال نداره، حالا من کمتر میبرم. یعنی شما بتونید جامعه رو به لحاظ فرهنگی به اینجا ببرید، یا باید جامعه رو به لحاظ فرهنگی اینقدر ارتقا بدی که تولید از بین نره، یا اگر نتونی اون تولیدم چی میشه؟ از بین میره. حالا کارخونه ها ورشکسته میشه، تعطیل میشه، طرف کارخونه‌شو میفروشه، میگه چه کاری، پولم من میذارم تو بانک، میرم سکه میخرم. همین الان اگه کسی 2 ماه پیش سکه خریده بود نسبت به الان چقدر سود کرده بود؟ این ساختار انگیزشی تولید رو از بین میبره. وقتی که نهادها در جای خودش قرار ندارن، بد عمل میکنن، وقتی که شکننده میشن، شکنندگیشون میره بالا و بعد به واسطه شکنندگی یک به اصطلاح شوکی که وارد میشه، حالا تحت عنوان تحریم، تحت عنوان جنگ، اینا چی هن؟ ناکارا هستن. چی میشن؟ ناکاراتر میشن. نتیجهش میشه شرایط موجود. خب استراحت کنیم؟ بله. آره بین استراحت. اون دایی من نبود، آقای دکتر داودی دایی من نبودش. من 1 سال نیم سوال یه سوال ازتون پرسیدم، 1 سال و نیم 2 سال واقعا
درود بر شما. سوال کردم آقای دکتر، گفتم از ارز چه نسبت به این اتفاقات ارز چه کار میکنید؟ 1.5 سال جانانه دفاع کردید. امروز هم این سوال رو میپرسم، برای تولید میخواید چه کار بکنید آقای دکتر؟ حالا بعد آن تراک میپرسم. چشم. پس بحث ارز رو من بگم بعداً. فوق‌العاده دفاع کردید. من به نوبه خودم تشکر میکنم، تا آخر عمرم ازتون بزرگوارید. یه استراحتی بکنید. صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.